در ادامه سفر کاری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده و رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید به ناحیه کوشانیان تشریف آورده از کارهای آبادانی و سازندگی، ساختمان و تجدید راهها و جمع‌آوری حاصل از باغ و تاکزارهای حدود ناحیه برخوردار گردیده با ساکنان صحبت گرم و صمیمی نمودند. نخست مهمانان در جماعت دهاتی ثروت استقلال 3.5 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته را مورد بهره برداری قرار دادند. این را با جلب صاحبکاران محلی و کمک و یاری کل ساکنان دهه گلزار با شرایط معاصر راهسازی ساخته شده این دهه را به مرکز ناحیه و ولایت پیوست می‌نماید. سروزیر مملکت با صاحبکاران و ساکنان فعال هم صحبت گردیده غمخواری‌های روزافزون حکومت مملکت را در سمت رشد بخشیدن صاحبکاری و امتیازها نسبت کار و فعالیت آنها اندیشه‌های جالب اظهار داشتند. در حقیقت راهها در حیات و کار و روزگار ساکنان موقع مهم را اشغال کرده برای بهتر کردن سطح و صفت زندگی آدمان، همکاری‌ها و رابطه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش بغایت کلان می‌بازند. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ماهیت این مسئله را هنوز از سالهای اول صاحب استقلالی درک نموده، صرف نظر از مشکلات وضع اقتصادی با جلب سرمایه خارجی، همزمان مبلغ‌های بودجتی، جلب صاحبکاران و نفران سخاوت پیشه از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن کشور کوشش و تلاش‌های زیادی نمودند. در حدود جامعه دیوت ثروت سال 53 انشاءات به نقشه گرفته شده، 34 تای آن ساخته به استفاده داده شده است. ما در دهه گلزار قرار داریم. در دهه گلزار با جلب صاحبکاران محل و شخصان سخاوتمند 3.5 کیلومتر راه منفعش گردانیده شده و اینچنین یک بنگاه طبی زیاده از 6 حجره کاری ساخته به استفاده داده شد. ما تصمیم داریم در آینده تمام راههای اهمیتی محلی داشته را با جلب صاحبکار و شخصان سخاوت پیشه منفعش گردانیم. تا امروز بخشیده به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا 100 کیلومتر راهها از نوسازی و تعمیر و ترمیم گردیدند. ساکنان جماعت دهات ثروت استقلال توانستند که با جلب صاحبکاران وطنی اکثر راههای حدود دهه‌ها را سنگفرش و منفرش نمایند. ضمن به استفاده دادن این راه سروزیر مملکت بنگاه طبی را در همین دهه مورد استفاده قرار دادند. امروز ساکنان مملکت سیاست اجتماعی حکومت تاجیکستان را همه‌جانبه دستگیری نموده با جلب صاحبکاران و مردم محل انشاءات تعیینات گوناگون طبی را ساخته به استفاده ساکنان می‌دهند. این بنا یک آشیانه بوده از 6 حجره کاری، حجره امگذرانی، داروگذرانی، قبول بیماران، حجره بیماری‌های زنانه، حجره به قیدگیری و حجره بیماری‌های کودکانه در خدمت ساکنان دهه گلزار قرار داده شد. با گفت متخصصان ساحه تندرستی در این بنگاه طبی زیاده از 10 نفر به کار جلب گردیده با زیاده از 4,500 ساکنان این محل خدمت خالصانه طبی می‌رسانند. مهمانان از اتاق‌های کاری برهوا و تجهیزات معاصر طبی دیدن کرده با کار کارمندان و ساختمانچیان و فعالان دهه گلزار بهای خوب دادند. دقت مهمانان را دستگاه معاصر اولتراسادا برای معاین کردن بیماری‌های زنانه جلب نبود. در حقیقت امروز در دوردستترین محله‌ها بنگاه‌های معاصر طبی و تجهیزات و تکنولوژی به طلبات زمان جوابگو نصب گردیده، ساکنان مسافه دور را طی نکرده با نصیحت و مشورت طبیبان صاحب‌کسب اولین یاری و تشخیص بیماری‌ها را در محل زیستشان دسترس می‌نمایند. برای زنان قابل تولد گشوده گردیدن چنین یک حجره کاری مجهز با تکنولوژی حاضر زمان عین مدعا و سری وقتی ارزیابی گردید. کاری ما طبیبان آسان گردید و ما مستقلانه می توانیم به مردم خدمت طبی خود را رسانیم. تشکری خود را اساساً به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و به حکومت جمهوری تاجیکستان می رسانیم که چنین مرکزهای سلامتی ساخته به استفاده داده شده است. بعد تماشای کاری ساختمانچیان و فعالیت طبیبان سروزیر مملکت قاهی رسولزاده با کل ساکنان دهه گلزار کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها هم صحبت گردیده کار و پیکار آنها را در سمت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی نیک ارزیابی داشته تاکید نمودند که ساحه تندرستی مملکت طی سالهای صاحب استقلالی با دستگیری‌های همه‌جانبه رهبریت عالی کشور با مرام رشد کرده تا به امروز به پیشروی‌های نظر است نائل گردیده موقع اولین درجه را صاحب شده است. سروزیر مملکت تاکید داشتند که در سمت باز هم فرا گرفتن صاحبکاران به کارهای آبادانی و سازندگی، دسترسی ساکنان به خدمت‌رسانی طبی معاصر، ساختمان راههای و کوپرک‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای هنرآموزی دستور و سفارش‌های
مشخص دادند. سفر کاری سروزیر مملکت در جماعت شهرک بوستانقله ادامه یافت. مهمانان از میدانهای باغ و تاکپروری این جماعت دیدن کرده به حاصل رویانیده باغداران بهای خوب دادند. خواجگی دهقانی باغ و تاکپروری مسلم در اختیار خود 23 گکتار باغ و تاکزار داشته. در 20 گکتاری آن نوهای گوناگون انگور پرورش کرده میشوند که حالیا غرقی حاصل بوده. با اشتراک مهمانان جمع‌آوری میوه شهردار انگور را آغاز بخشیدند. با گفته متخصصان ساحه تاکپروری اقلیم این موضع با پرورش انگور خوب مساعدت کرده برای رشد دادن ساحه و پرورش نوهای گوناگون آن خیلی موافق است. 23 گکتار انگور باغ اولان داریم. 10 نمود انگور سرد داریم. خصوصا انگور اینجا خوب میشود. زرد خوشرو میشود، پبید خوشرو میشود. همش هم ناز میشه. نگاه خوشرو کنه همش هم ناز میشه. 30 تن 40 تن حاصل گرفتیم یک گکتارش. با زیادتر کردن مقصد داریم. با سال آینده با 4 گکتار دیگه با خوش میشه زیاد میشه. مهمانان با کشاورزان و باغداران ملاقات دایر کرده از سال اول و رفت حاصل گنداری و فروش و صادرات آن پرسان گردیدند. اطلاع داده شد که در این سمت کار خوب جریان داشته. خریداران از نزد باغ آمده حاصل را خریداری و صادرات مینمایند. در خواجگی 25 نفر سهامداران فعالیت پرثمر داشته با خوراک گرم و از 1.5 تا 2000 سومانی مزد معاش میگیرند. از هر یک گکتار به اندازه 30-40 تنگی انگور جمع آوری کرده دسترخوان استعمالی ساکنان ولایت جمهوری را با این میوه شهردار تامین می‌نماید. در حدود جماعت شهرک بوستانقله در عموم 840 گکتار زمین ها تشکیل می‌دهد که از آن 90 گکتارش را باغ و تاک و انگورهای حدود جماعت شهرک بوستانقله خریدارهای داخلی و بیرونی خود را دارند که از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری خریداری می‌نمایند. مهمانان را بخصوص نوی انگور اوتر و کشمش سیاه و سفید جفس شاهانه به خود جلب کرد که حاصل فراوان داشتند. در حقیقت انگور پروری ساحه سردرآمدی بخش کشاورزی بوده. طی سالهای اخیر رو به ترقی نهاده. باغ و تاکزارها از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده می‌شوند. باغ و تاک پرورانی ناحیه کوشانیان نیت و مقصد دارند که در آینده میدان تاکزارها را افزایش داده حاصل رویانیده را به تلف جمع آوری نمایند. مهمانان به کشاورزان و متخصصان ساحه باغ و تاکپروری دستور دادند که کار را در این سمت باز هم رواج و رونق داده زمین‌های میوه‌های صادراتی را زیاد نمایند و هرچی بیشتر میوه و سبزیجات تر و تازه از جهت اکولوژی را استحصال کرده در تامین امنیت عضوخواری مملکت سهم خود را گذارند. حسنزاده گلیزار، دلیر شریف، نمازعلی ارگشت، نوروزی قادر، اخبار، ناحیه کوشانیان.